چقدر میخوره این هادی چوپان؟ گرگ ایران هر روز 7 صبح پا میشه و برای صبحونه تخم مرغ و ماهی با میوه و سبزی میخوره و میره میدوه. بعد 4 تا فیله گوساله با برنج میزنه توی رگ، بازم میره تمرین میکنه. البته این تمرینش سبکه و وزنه‌های کوچولو موچولو میزنه، مثلا 60 کیلو جلو بازو میزنه. این کوچولوی هادی واسه ما خیلی بزرگه. واسه این ناهارم 6 تا فیله مرغ با برنج و کاهو میخوره، سپس چرت میزنه اما مجددا پا میشه و میخوره. این سری 6 تا فیله گوساله با برنج. بعد تمرین اصلی و پرفشار شروع میشه و بعد از اونم کلی سیب زمینی و تخم مرغ و مکمل میخوره و میره خونه پیش زن و بچه‌اش. دیگه نمیدونم اونجا هم چیزی میخوره یا نه، اما برای شام هادی جان استیک داره و قبل از خواب 11 شبم فیله مرغ با هویج میخوره. این برنامه غذایی هر روز بالای 5 میلیون تومان هزینه شه که هادی از جیب میده، چون میگه هیچ مسئولی ازش حمایت نمیکنه و فقط به عشق مردم ایرانه که توی مسابقات جهانی شرکت میکنه. پس به افتخار هادی چوپان لایکو بزن و یه جمله